ستونای دوکی یه بوس آبی از دکتر رفا. خیلیا میگن که الان دم کنکوره چرا یه استوری میذاری؟ خب داداش تو استوری منو نبین، تو مگه برنامه ریزی نداری؟ بشین درستو بخون، 3-4 هفته آخرم که داداش مرور سریعه، میدونی هر چی خوندی تموم شد. فقط آیکیو حافظه تصویریت، یعنی ورق میزنی زیست و فقط هم کتاب. به نظر من حالا از مشاورا بپرس، من 10 سال پیش کنکور دادم، 9 سال پیش کنکور دادم، ولی من 3 هفته آخر فقط ورق زدم، حافظه تصویری داداش. مثلا میبینی زیست 3 مثلا فصل 2 صفحه 34 پایین شکل یه نکته نوشته، یه سوال میبینی اون نکته اون حافظه تصویری سر جلسه به درد میخوره. داداش سر کنکورم میری جیباتو پر پول کن، پولای ایدی، پول پدر مادر خود در آوردی، هر چیزی جیبات پر بکن، برو سر جلسه کنکور داداش بشین و با اعتماد به نفس بالا، استرس هم نداشته باش. درس هم اگه کم خوندی یا فکر میکنی آماده نیستی به دور و بریات بگو من آمادم، بوم به بوم برو سر جلسه، ان شاءالله عکس تو رو بنر ببینیم. کیف کن.